کجا بودی؟ ایلا چه؟ من از تو برار یک گله دارم. چره؟ میفهمی چری؟ نه نمیفهم چره. ایلا خود تو که روزا عید بیامدی به سر سفره ما بخوردی خیره. با خودی پیار خود دوباره امدی قرار کرده هر چی تونستی بخوردی، هر چی هم نتونستی به کیسا خو کردی. یعنی همی کار جوینیه ها؟ رو مام نمیشه با تو بگی خود خو به سر همون سفره ما بخوردم. خب بابا من چه نانه میگه که وردا بخور. گله مادر تو به تو گفته برو به خونه ها مردم به سر سفره اینا هر چی میتونی بخور، هر چی هم نمیتونی به کیسا خو کو ها. خب برو نانه میگفت تو شادی گفت به تو کار ندارم، گفت اگه مو زباشه که پس خسته من دل من زهیره، گفت که من پس خسته بخونه ما کویت نیه پشت باغ از ما بخونه ما. گله دل مادر تو زهیره برم و پیار تو بریو بخره، یعنی این قمر ما بخورم که دل مادر تو زهیره شما با پشت باغ میخوری. خود نه ما ما از ما نخود کشمیش و نقل کلوخیه. برار از ما خب سفرگی نیه مثل شما ایتا قشنگ و پشنگ بچینم مثل همسایا دیگه. خود اگه گل لگنی سر سفره میچینم حق ندارم. خب با خوردن حق داری، با بردن حق نداری. برو آنجا که به کیساخ کنی ببینی گردنم بعد با شام از اول تا آخر شما رو کنیم 2 دفعه به جا شما بیدی آمدم. خب بس دیگه نیدیل تو از 40 دفعه بیایی. خب دفعه اول بر نداشتم. خب هرچی هم تونستی بخوردی اینا رو هم حساب کو گله. اونا رو ما که نهوردین سر سفره بخورین که تو خودی کله گندی خو بیای به کیساخ کنی ببینی به مادر خو که دل مادر تو زلیره. خیلی سفره قشنگ داشته. بشده 10,000. حالی بشده یا نشده دیگه گله به سر سفره مردم که رفتی کمک لیاز مرادا به خرج دی بفهمیدی. کیکی بود فقط میگی کله تو. اندازه کله تو میده کیکی. میفهمون گله جو. اونا دست پخت نانه تو بود نیه؟ فیلا گوشا رو نانه تو پخته کده فیلا گوشا. فیلا گوشا گله. خیلی فیلا گوشا شیرین بود. برو گله جو. بس میدون چای زرد کمرنگ سبز با اینا چیه؟ چای زرد کمرنگ سبز به؟ خب چای سبز دیگه. نه اینا سبز نیه. چیه؟ اونا چی میگم؟ چای زعفرونی. زعفرونی. دیگه اونا چای زعفرونیه. خوشمزه یک ترمز لوس که من بخور. عمره خب برو تو اوجوش دیدی خاطری. به سلام آمیت چای من داده که یک فرغون ترمز نم نمیکشه. خب مهمانی میگن گله برو. اینا به تیپ قیافه تو اصلا برید قربون بخیر میام. نه کلاپاشی گوسفند شما از منه. بیخی تری تو ما بدر شده. زنده باشیم برا. خیر بنده این یه برعتی شده این سفره با منه چه کار میکنی شما؟ هیچی بیاردی که گلک به کیسا خونه ببره با مادر خود. خیر بنی بشالی دی مقام تو. وطندار من گل ایدی مبارک، خوشی و دید باز دیدید مبارک. وطندار من گل اید مبارک، خوشی و دید و باز دید مبارک. سبایی دست و جنگ جالا زیاده سری رختی نیمان دختیر نباته. بیا برو بگو غری تو اشتی. گلدنم من با شنه به تک کیسا می دیف کنیم موشی پیدا نمیشه. خب ای روزا که هست گیلک کیسا دا پر پسته و بادومه بفهمیدی با جز نخود میگم این زنکان شروع شد دیگه با یا تو نره که برای خود مادر خود بیایی با منتظر تونم که تو خود مادر خود بیایی. نه بابا حتما این زنکان شروع شد نیه دیگه باشه. 100 دفعه که تو بیامدی با خود مادر خواهم بیا که از تو پذیری الدی هم بکنی. ده باشین تشکر. بفهمیدی تکشنگ داشتی گوش فیل هم داشتیم. چی؟ فیلگوش داشتیم. عقل بخیر گوشی تو که یاد میگیری؟ فیلگوش نی گوش فیل. چی؟ گوش فیل برعکس میگی تو. گوش فیل؟ آفرین یاد بگیر اگه اسمیو. گوش فیل ندیده بودی تا تو چیزا بخوردی نه تو پخته که دست پخته خودی بولینی هم پخته میکنه بولینی بزرد سفره فس بوسه همه چی میگن
بولانی رو کیک بیده تو بجم بولانی میخوردی فش فش بوسم میگم سمبوسه آها سنفوسه. خب گیل جوب سر سفره ما سمبوسه نبوده بولانی نبوده اونا کیک بوده خودی کلوچه بوده اونا دیگه رقم چیزا بوده تا تو نخوردی بیدی منتها از این چایا کم رنگ زرد چای سبز شما نداشتین؟ چه چایا؟ چای سبز بوده شما سیاه بوده ما چای از اونایی که بخونه کجیر بوده مثل که خونه کجیر رفتم چای زعفران بوده زعفران؟ نه زعفران چای زعفران زعفران خودی ننه خوب بیان دیگه بیایی مادر تو از من رو میپیشم باز بگو که بگو مادر شما بریم به زو خونه من به خونه اتاق بشین من به خونه که صرفه شما تون کرده یه نه گیل نه هم تا که تو به سلام بیایی مادر من سر سنگی میبرم اونجا میشینه با اتاق که تو دست برا پا برا بشی من یک چیز از تو بپرسم تو دمی که به می روزایی میامدی به خونه مردم به خصوص هم خونه ما کمی تا رو برو ششته بودی تابوت تو نیستی که بخوردی و می شکم خود جا کردی اونایی که نتونستی کجا کردی و می کیسا خو با دست تو با پیش نخوت خوب هوشیاری که دست پیش نخوت پیش نمیره فقط پسته و بادام میدیدی پسته و تحریم میخین خودی هم بادام ایندی این هوشیاری تو چینده ما اونجا خود خو میخوردم در دیوار میزدن که تو یک سری کیسا خود جا میکردی همین گیل که دیگه مردم هم ششته بود نه که تو هم مخزم میزنه که با خجالت کشیدم آخون صاحبم خود ما بدم اگه آخون صاحب نمیبیدم من از آخون صاحب خجالت کشیدم به کیسا خو خیلی نرفتیم شاید سه مثلا از این فلسفه خیلی کم ریختی انا عید دیگه هم خیلی خوشی میاد دون ما دیگه فهمیدی اگه تو دست رو خدا آدم با هر چی مستی بگو خوشاره سفره تو خیلی کردی خواهد میفتی که نه بتا خیلی میکردم و کیف تو خود میکردی میفتی به سراخو خود ننه خونه یا نه تو نبین من تنه به تو گفتم با دو پا دو دست درسته خود ننه خواه بیا خوبه کتر ببینم باز خوبه برو خوبه خوب خورسیر که از میوه خوش بفهمیدی اما زبون خودی که میده تو تعجب کرده با سرا ناله به من یاد میده میگه برو دست مردم بوس کو به گریه شو تو حق یاد ده خب یاد نمیگه مثلا سفره هید مردم بری نورم کیسا خود کنی اگه 5 دقیقه میخواه شما نگردونم میترقیم یا چریا اینه ببخشید مردم گردنم بند تو گسالی تو سرقی گردنم بند باشه با خدا دلبندم بفتا تو چی رقم آدمی تو گردنم بند باشه من نمیفهمیدم توی تهول میکنی یار گیلک آدم نافهمی بیدی یار گیلک نیه نظمام بشیش گیلک یار تو بیعقلی گیلک نظمم داری تو بیا از این مشه به جا خیلی میترسم تو چی رقم آدمی من نمیترسم من اصلا نیه هر چی به خدا بند دل مردسته تو سبب که کلمه دید یار فکر کنم اندازه می گستالی که کلمه ترک میکنه میگم خیلی بترسیدی نیه بیالی هیچ چیه لکو رادر اپره را دیگم از تو اپره را دیگی دل گوش مسه که سرخ شده گناه منه که گوش دیگه تو رامیت نگرفتم کش نکردم که دوت تا مساوی شه شده جمع میگم تو خجالت نمیکشی یک دفعه خودی پیار خو میهی یک دفعه خودی همسایا میهی بادماز ایندی جلغوزه پسته بادم درختی فندق هر کدوم که کیلو 6-700 روپیه تو ور میداری اونا به کیسه ها خو میکنی خب شکم ما دیگه چیزی قبول نمیکنه شکم تو به خاک شه برو به خونه و زندگی خو بخور به طول زندگی شما رو به جا خیلی بدیدین فندق و بادم و پسته اگه مینا لکیسی تو خیلی نمیکردم مگه میرفتم با دیواره بازار میخریدم میاردم سفره مینداختم یا من اصلا اینا چند نیم کیلو بیشتر بده که تو اکیسی من آمردی این مردی نیه نیم کیلو هر کدوم میگم 300 روپیه نیم کیلو 500 روپیه میشه یک 500 روپیه هم که بخوردی 300 روپیه کمال گوشت مرغ میده پس تی که 300 روپیه حساب کنی 1000 روپیه میشه کیلویی فندق بادم درختی جلغوزه اینا البته کیلو 50 روپیه یا مثل نخود خوراکا و کشمش خرابایی که پیرتو مثل نمیاره فکر که دیمیت چیزایه جلغوزه مال کیلو 2200 روپیه هم که شروع کردی به خوردن نمیفهمی که با کجا خورد با دهن خو کنی یا نانه میگه چیزه به خدا رمضان نانه میگه برو بیا من دل من نمایه نانه میگه نانه جو از تو کسی نمیستونه چیز از تو گله نمیکنن وردار به خاکی بیار اگه کن من دل من ضعیف ذلیل مثلا
مایا خسته پسته چیز کنم بخورم. میگم مادر تا اون وقت که نمزاد دار بود پیار تو میتی چیزا بزو میارد پسته و خسته که دل زیره حواس و هرمونا خورمای مثلا سفره مردم پر من نکنه. به چشما سرخ دیدم من وقتی که بابا من مادر من نمزاد دار بیدن او می آورده. اصلا ما به تو یک چیز دیگه بگم از تو پیار تو اگر ما آدم به طول زندگی گله کردم که چرا شما به سویدی ما نمادیم بخی بگو تو بیخی نمیفهمی و داره دیگه یعنی از تو که بیخی ما گله امال عباس با تاکش من بدید خود گونه خود نانه خود بید زنکا بیانه اصلا پنجم ششم مید چیزی میشه نیامه. یعنی به نظر من که عباس اینا نسوختونده مثل ما سفره از اونا رو خیلی نکرده بودی. خیلی تو دیگه فکر میکنی از ما هوشیارتریم هر دمه که تو یک پستی به کیسی به دهن خو میکردی انگار شمشیر به قلب من میزدی. هیلا عدل به تو چی خبر دیشتی؟ خود مزنه بچه خود نمیزنم که یک دونه بر داره بخوره تو هم که شروع کردی فقط به نخود بدیزی شاگردی. رخص روزی تو بخوردم. رخص روزی نداره نه میمونه که 4 تای بر دارم بخوره بعد وقتم برم کار خونه کم که بشینم ترمز چای هم پیش بزنم که فقط تو از صبح به سر تنور بودی. نفته که دیونه